سلام و ارادت خدمت عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم اومدیم با آموزش ساخت بازی‌های تعاملی در قالب HTML در هوش مصنوعی کلود. برای ساخت بازی‌های تعاملی هم چت جی پی تی، هم گپ جی پی تی و هم کلود میتونه گزینه‌های خوبی باشه. البته از تمام چت بات ها میتونید استفاده کنید، ولی این ستایی که من آزمایش کردم از بین اینها هم کلود چون در قالب برنامه نویسی و کد نویسی هست میتونه به شما کار تمیزتر و ایده بهتری بده. برای ساخت همچین بازی هایی ما ابتدا وارد کلود میشیم. هم میتونید به صورت مستقیم از سایتش برید، هم میتونید خود بازی رو نصب کنید. چون من قبلا تو سایت رفته بودم، میخواستم بهتون بگم که طریقه ورودتون رو ابتدا شما کلود رو از گوگل سرچ میکنید، برنامه رو دانلود و نصب میکنید و از گوگل وارد میشید. گزینه رو میزنید، با یکی از حساب هاتون وارد میشید. وارد کلود میشیم. من همون اولش هیچ ایده ای ندارم، میخوام یه بازی درست کنم مثلا واسه دسته‌بندی 10 تایی‌ها توی پایه دوم، ولی نمیدونم چه بازی چجوری طراحی کنم. میام از خود کلود کمک میگیرم، بهش میگم که من برای آموزش دسته‌بندی مناسب پایه دوم نیاز به یک ایده دارم، حرفه‌ای و خوب دارم. تو به عنوان، حالا میام بهش یه نقش میدم که بتونه بهتر کار من رو انجام میده. تو به عنوان یک متخصص بازی‌های تعاملی و کدنویسی چه ایده‌ای برام داری؟ بازی در قالب HTML باشه و کودک پسند و هیجان انگیز. اینو من بهش میدم، همینقدر ساده ازش یک ایده میخوام یا یک ببینیم شاید خودش بازی رو بسازه. بعد ما میام بازی رو کم کم ارتقا میدیم که ببینیم در چه حدی میخوایم. یه چند دقیقه احتمال داره طول بکشه تا اینو تفسیر کنه، تحلیل کنه و ایده بهمون بده. میبینیم که برای این بازی ایده به ما داده. ایده بازی کارخانه بستنی خرگوشی. حالا آماده سازی برای ایجاد بازی. خودش ایده رو داده، میخواد بازی رو بسازه خودش. من میخوام ببینم که چه بازی میسازه، آیا جالب هست نه نیست، چطوره. اگه واسمون جالب بود که استفاده میکنیم، اگه نیاز به تغییر یه سری کدها رو داشت بهش دستور میدیم که اون قسمت ها رو واسمون تغییر بده. حالا صبر میکنیم ببینیم که بازی رو چطور میسازه. دارید میبینید که بازی رو واسم ساخت. این قسمت که نوشته دانلود میزنیم رو همین که بازی واسه ما دانلود بشه. بازش میکنیم. کارخانه بستنی خرگوشی. سلام، من بانی هستم. توی کارخانه من یه عالمه بستنی ریخته، کمک هم میکنی جمعشون کنم؟ هر وقت 10 تا بسته جمع شد میره توی جعبه قشنگ 10 تایی. آخرش باید حدس بزنی همشون روی هم چند تا شدن، یعنی عدد نویسی رو داره بهش میگه. بزن بریم. خب 1 2 3 4 5 6. خودش دسته بندی رو انجام داد. حالا میاد میگه که دسته 10 تایی یه جعبه 10 تایی تکیام 2 تا بودن. حالا بهش باید بگم که عدد چند بود. یه دسته 10 تایی برعکس. این اشتباهه. بچه‌ها اینجا اشتباه میکنن. ببینید بچه‌ها مسلما اول میان یک رو میزنن، بعد دو رو میزنن، میگن یه دسته 10 تایی با 2 تا یکی. عدد برعکس میشه. اینو باید بهش بگیم که اینو اصلاح کنه. حالا ما اینجا اول درستش رو میزنیم ببینیم. اشکال نداره، یه بار دیگه بشمار رو امتحان کن. ببینید اینجا رو اشتباه میکنه.
اینو بیایم اصلاح کنیم. پس میریم بهش میگیم که در بخش عدد نویسی عدد از چپ به راست نوشته شود. حالا من بهش میخوام بگم که اسم طراح برنامه رو در صفحه ورودی بزن و اینکه همون اول اسم کاربر رو بپرس و در طول بازی با اسم خودش صداش کن. بهش میگم که در صفحه ورودی اسم طراح، اسم خودم رو می نویسم، در بالای صفحه نوشته شود و نام کاربر هنگام ورود پرسیده شود. در طول بازی با نام خودش صداش کن. این کد رو من بهش میدم، یا این درخواست و دستور رو بهش میدم که بازی که طراحی کرده رو این قسمت ها رو بهش اضافه کنه. ببینم آیا متوجه شده که من چی میخوام ازش. دارید میبینید که ادیت فایل انجام شد. گفت هر 3 مورد رو اعمال کردم. 3 مورد چی بودن؟ یکی که ما گفتیم که لفت رایت کن، یعنی از چپ به راست بنویس، اعداد رو، اسم طراح رو بنویس و اسم کاربر رو هم بنویس. حالا میریم دانلود رو انجام میدیم ببینیم که آیا درست انجام داده. خب ببینید در بالای صفحه اگه میبینید طراح اسم طراح رو نوشته، اسم کاربران میخواد. حالا اگه ببینیم نوشته منیر جان همه آب نبات‌ها، یعنی توی طول بازی کاربر رو با اسم خودش صدا میزنه. گفته یه جعبه 10 تایی با 7 تا یکی. حالا من میخوام بنویسم یک جعبه 10 تایی با 7 تا یکی. ببینید چقدر زیبا متوجه شد که ما چی میخوایم. خیلی عالیه، یعنی واقعا کلود برنامه نویسیش و کد نویسیش خیلی خیلی عالیه. صفحه و دیزاین صفحه هم خیلی زیبا طراحی میکنه. هنوز شما خودتون میتونید چیزای زیباتری بهش اضافه کنید، ازش بخواید که انیمیشنی باشه یا هر چیز دیگه. 36 اینم از اینم بازی دسته‌بندی که خیلی زیبا و شکل انجام داده. شما برای هر بازی میتونید این رو انجام بدید، برای تمام دروس، فارسی، ریاضی، علوم، قرآن. برای درسایی که مثلا میخواید سوال طراحی کنید، شما خیلی قشنگ میتونید از صفحه های کتابتون حتی بهش عکس بدید و بخواید که واسهتون سوال طراحی کنه به صورت آنلاین، بچه‌ها توی گروه جواب بدن. برای سوال ها یه نکته‌ای که هست برای طراحی سوال و آزمونک هاتون، حتما بهش این دستور رو بدید که در اینکه هر کاربر یک بار بتونه ورود کنه و سوالات رو یک بار انجام بده و در پایان مسدود بشه، بازی دیگه دوباره بر نگرده و اصلاح نکنه. اگه هدفتون آزمونی هست که میخواد بهشون نمره بدید. امیدوارم که مثمر ثمر باشه، استفاده لازم رو برده باشید، بازی ها و سوالات قشنگی طراحی کنید. موفق و مؤید باشید.